سلام دوستان، خوش آمدید به این ویدیو. خب میخوایم بازی تخت نرد رو شروع کنیم با کسب اجازه از حریفمون. من تاس رو میندازم، جفت 5 آوردم. خب مسیر حرکت تخت نرد و مسیر حرکت مهرهای تخت نرد و ما یادمون هست دیگه. اون دوتا حرکت میکنن، میان به سمت این 5 تا، اینا میان اینجا، اینجا و اینجا. یعنی یه حرکت یو شکل به این صورت شکل میگیره. مهره هامون نهایتا در اینجا جمع میشن. خب بهترین جفت 5 اول بازی و ما خب میدونید جفت 5 وقتی که جفت میاریم هر شماره رو دو بار بازی میکنیم، یعنی ما 4 تا الان 5 میتونیم بازی کنیم. خب پس این دوتا رو میاریم اینجا، این 5 تا 1 2 3 4 5 و اینم 2 تا 5 تای دیگه، 4 تا 5 تا و ما جفت 5مون الان بازی کردیم.